تبریز، شهر تاریخ و فرهنگ ایران، پر از جاذبه‌هایی است که هر کدام دنیایی از قصه‌ها و خاطرات را در خود دارند. از بازارهای کهن گرفته تا آثار تاریخی و مناظر طبیعی بی‌نظیر، تبریز همیشه در دل تاریخ جای دارد. در این مستند شما را به سفری جذاب در قلب این شهر می‌بریم تا بیشتر با زیبایی‌های آن آشنا شوید. در دل شهر تبریز، یکی از کهن‌ترین و بزرگترین بازارهای سرپوشیده جهان آرام گرفته است. بازاری که قرن‌هاست نبض تجارت، فرهنگ و زندگی مردمان این دیار را می‌زند. هر آجر صدای گذشته را در گوش زمان زمزمه می‌کند و هر حجره قصه‌ای ناگفته از روزگار زرین تبریز را روایت می‌کند. در میان هیاهوی امروز تبریز، دیواری سترگ و خاموش به چشم می‌خورد. ارگ علیشاه، یادگار دوران ایلخانی که هنوز هم عظمت و غرورش را حفظ کرده است. روزگاری مسجدی با شکوه بود و امروز قطعه‌ای از تاریخ کهن پابرجا در برابر فراموشی. آنجا که کلمات جان می‌گیرند و اشعار در فضا طنین انداز می‌شوند، مقبره شعرا ایستاده است. آرامگاه بیش از 400 شاعر، عارف و اندیشمند. از خاقانی تا شهریار، این مکان نه تنها محل دفن تنهاست، بلکه زیارتگاه روح شعر و اندیشه ایران زمین است. در دلکوهای سر به فلک سهند، روستایی شگفت انگیز از دل صخره‌ها سر برآورده است کندوان. خانه‌هایی که با دستان طبیعت و انسان در دل سنگ‌ها کنده شدند. زندگی در این روستا ادامه ای از هزاران سال همزیستی با کوه و زمین.